با عرض سلام و خدمت بکنم باز خدمت عزیزان و امروز هم قرار است اوید یکی از موضوع مهمی دیگر در بخش اینورترها چاستودنیک‌ها باز با شما باشیم و امروز هم میریم بخش تنظیمات یعنی پارامترهای خود همون اینورترها و چی طور ما یک اینورتر با یک موتور یعنی محرک همسازی کنیم. مهمترین بخشی که در اینورترها هست این بخش تنظیمات اونها هست، یعنی هم پارامترهای اونها. فرض کنیم ما یک اینورتر یک چاستودنیک از مغازه خریداری میکنیم و یک موتور یک محرک داریم و ما میخوایم با همین اینورتر همون محرک اداره کنیم. یعنی در اینجا مشکلی در آن است که خود اینورتر هم یک استاندارد دارن و خود موتور هم یک استاندارد دارن. هیچ یگان اینورتر خصوصا برای یک موتور یک محرک خاص ساخته نشده است و وابسته به توانایی خود اینورترها فرض کنیم اگر اینورتر شما 12 کیلووات باشد، موتورهایی که تا توانایی همین 12 کیلووات هستند شما میتونید اداره کنید، از این زیاد اداره کردن نمیتونید. و مهمترین چیز همین است که شما باید اول موتور با اینورتر یعنی چاستودنیک شناسانید، یعنی شناسایی کنید همون موتوری که شما دارید با همین چاستودنیک. یعنی ساده تر بگیم با چاستودنیک شما کلی پارامترها را میفهمید که شما همین خیل موتور یعنی محرک با همین خیل بخش اداره میکنید. ما در قسم گذشته اوید سیمکشی اینورتر رو گفتیم و امروز هم کوشش میکنیم که اساسا در بخشی همین اینورتری فیرمای دلتا MS 300 که خیلی هم کاربردی وسیع دارد، این خیلی مشهور هم است MS 300. همین بسیارتر مطرح کنیم چون که در بخش عملی هم انشاءالله در خدا خواهد همین نمود اینورتر با دیگر سنجش میکنیم. و ما اینجا سرآورش ما وقتی که اینورتر گرفتید کدام نمود اینورتر باشد، چی فرم و چی گیم استثماری کجایی که هم باشد مدلش هست و ما پیشتر هم گفتیم مدلش هم میدید و منوال همون کتابچه راهنماش از اینترنت دسترس میکنید. و مهمترین چیز هم برای آموختن کتابچه همون راهنمایی این زبان است، خصوصا ما با زبان گیم توجیکی چی یگان نمود قریب که نیست از این اینورتر تا حال نیست. بسیارترش اساسا گیم 90 قریب تا 100% هم با منوال انگلیسی از زبان انگلیسی میآید، یک بخش هم با زبان روسی هستند قسما هم، یعنی شما بعضی اینورترها هم منوال زبان روسی یافته نمیتوانید و مجبور میشید که از انگلیسی استفاده کنید. و خطایی هم که مثال بستگی به همون برند همون تجهیزات شما دارد که از کجا دسترس می‌کنید. اگر از جزئی هم تجهیزات چینی مثال خطایی باشد منوال خطایی هم بعدش منوال روسی نه روسی و نه انگلیسی دارد، اما انگلیسی اکثریتش دارد اما بعدش هم هست که فقط خطایی یعنی چینی دارد. یعنی شما مجبور میشید که همون قسم هم باشد بآموزید. یعنی باز شما اگر یک اینورتر یک چاستودنیک اگر کاملا تونستید اداره کردن همه تنظیماتش شما کفالت دارید که کل اینورتر رو میتونید تنظیماتش انجام دهید. مثال شما یک اگر نام دیگری همین اینورتر ما گفتیم که این وریبل فرکانسی درایو است، یعنی راننده همین تغییر دهنده بسامد، یعنی هم تغییر دهنده بسامد یعنی بسامد متغیره باز رانندهش همین چیز است، یعنی این اونا اداره میکنه. یعنی شما هم اگر وقتی که یک نمود نقلیات دیدیم یک خودرو را اگر اداره کنید رانندگی را اگر تونید دیگر نمود خودرو هم یکم فرقیت دارن اما راندن میتونید. و اینورتر هم به همین شکل است، اگر شما یک نمودش کاملا اگر کل پارامترش قسم‌های مهمش و تنظیمات‌های مهمش اگر رعایت کنید دیگر باقی موندهش هم به همین شکل انجام میشه. ما امروز تا آنجا اصلی ظاهر میکنیم در بخش پارامتر. ما اینجا هم منوال روسی و هم انگلیسی گرفتیم تو که بعضی چیزایش هستن که با میریم قسمتی همون باباش. اینجا اگر بینید خودی همون بابان داشت گفتگی است که کدام قسمت ها هستن. اینجا است
пешгуфтор гем монтаж аст ин қисмат. اینجا کلیماش هم پیوست کنیشون و این بابش هم در بخش پلاتش و این قسمت پول اپراولینیا برای ما مهم است. قسمت اداره کنی آن همین قسمت است. قسمتی که ما باید همون اساسا بررسیش کنیم. ما این بخش را یک کم کوتاه هم گفتیم، یعنی قسم اگر یک بار دیگر کوتاه گذارید میبینیم که از نمودی اینجا هم درباره مونتاژش هم گفتگی است، یعنی مسافه بینی که اگر شما در یک پنل چند اینورتر را جایگیری با چقدر مسافه بین اونها باشد برای خونه کنیشون. یک قسمت سیم کشی بود که ما درس گذشته یک کم دربارهش گپ زدیم. سیگنال های ورودی و خروجی اینجا در بخشی همون ریاکتور گفتگی از فیلتری که پیش از اینورتر گذاشته میشه. این بخش قدر مهم نیست، اما اگر شما مثال بهترش که یک مرتبه از اونها گزارش کنید تو که معلومات ابتدایی در دسترس کنید. قسمتی که ما در اون توجه میکنیم اون قسمتی همین اداره کنیم، یعنی کنترل از دور، از راهی دور. خب خودی همون اینورتری MS300 یک قسمتی از بالای همون خیلی گیم اکرانچه دارد که توگما هم کلیدوی برای تنظیماتش هم در بالای همین است و این هم جدا شونده است. شما میتونید این جدا کنید و با واسطه کابلی که خودی همین فیرمای دلتا دارد از پنل از دری همون توگماختون بیرونش کنید. و اینجا هم درباره همون کلی همون توگماهاش کلیداش که کدومش با کدوم مقصد است، کدوم چراغاش کدوم بگیم حالت نشون میدهند، دربارهشون کاملا هم هست. ما یک کوتاه اگر بهترش یک کوتاه یک بار دیگر ما همین قسمت رو ببینیم تا که قسمتی که نمایشگرش هست در این بخش، یعنی قسم نمایشگر است و این در این قسم این طرف هم یک چراغای خردی که دارد که میگه حالت ران، فوروارد و ریورس. یعنی ما اگر فوروارد راستگرد اگر مانیم و ران باشد این دو چراغ میشود، اگر چپگرد ران باشد این دو چراغ. این قسمت هم قسمت استاپ، این بخشی PLC شه. این اینورتری MS300 یک برتری دیگر هم دارد که در نمود PLC هم کار میکنه. این بعدتر ولی وقت شود انشالله میبینیم. و یک پتانسیومتر دارد، کلی متر هم دارد، یک پتانسیومتر دارد که برای تغییری بسامد است. این قسمت توگمه ران دارد، استاپ دارد و استاپش هم ریست هم نوشتگی است، یعنی هم بخشی استاپ کردن اجرا میکند و هم ریست یعنی بروز. این برای بالا یعنی پارامتر بالا پایین رفتن، این برای بالا رفتن، این برای پایین رفتن و این چنین حروفاش هم دیجیتالاش هم گزارش از طرف چپ به راست است. قسمت مود دارد و یا قسمت اینتر دارد. قسمت مود هم نمودی همون ظاهر شوی همین اکران همین نمایشگری که در اینجا هست میگه کده چی چیزا کدام مود باشد، یعنی بعد بسامد نشون میده، جریان نشون میده، شدت نشون میده، مودش در همینجا چی میگیم. قسمت اینتر هم برای منیوی خودی همون داخل شدن با منیوی همون پارامترهای اینورتر است. اما در بعضی هم اینورتر هم یکم فرقیت از پروگ نوشتگی است، یعنی پروگرام برنامه نویسی از یک قسمتش هم پارامتر نوشتگی است، یعنی بستگی دارد با خود هم برند که با کدام شکل همین چیز طراحی میکنه. اما مقصد میونه با استفاده از همین توگما داخل شدن با پارامترهای اینورتر است. وقتی که ما با پارامتر داخل شدیم باقی اون پارامتر را عوض میکنیم و تنظیمات بالاش انجام میدیم. این نمودی نمایشگرش هم گفته است که کدام، یعنی اینجا هم گزارش هم گفتگی از ساده کردگی است که با کدام طور ما میتونیم قیمت را عوض کنیم، اینجا تنظیماتش هم به چی طور داخل شیم داخلی همون. یعنی در این چیزا ما بسیار نمیمونیم چون که مقصد اساسی ما این تنظیمات است. و اینجا میرسیم به همون قسمی که گفتیم پارامترها. یعنی
параметрҳо худи ҳар як инверторро баста ба ҳамон брендшон параметру ниҳоят параметрҳои зиёд доранд. Баъзеш ҳаст мумкин ки таги 1000 параметрам бошад, яъне аз инам бештарам бошад, яъне 1000 параметр. яъне мо ҳамаи он параметрҳоро дар хотирам гирифтан онҳоам истифода бурданам наметавонем ва намехоҳемам. мо фақат барои мо лозим аст ҳамон параметрҳои соддатаре ки мо ҳамон гем раванди худмонро контрол кунем. сараввал якум чиз, муҳимтарин чиз бигем ин шиносонии худи мотор ба инвертор аст. яъне мо аввал ба инвертор мегӯем ки шумо фалон намуд мотор бо фалон параметрҳо, яъне мотори мо чӣ параметр дорад, якум тавоноиш аст, ҷараёнаш аст, шиддатш аст, боз басомадаш аст, чанд ҳерц ва инчунин суръатш, яъне ҳамин қисм параметрҳое ки худи мотор аст бояд мо дохили инвертор резем, то ки инвертори мо аллакай бигем дар хотир дошта бошед ки ҳамчунин моторро идора мекунад. мо параметрҳои худи MS300 аз 00 сар мешавад то ба фикр мекунам 09 ё ки 10 буд, ҳам хеле ба ҳамин шакл аст. баъд боз 00 01 02 боқӣ монда зер параметрҳои худи ҳамин бахши 0 дар зергурӯҳи худаш ба ҳамон боз рақамош худаш зиёд шудан мегирад. мо мерем сараввал параметри 05 ҳозир агар бинем 05 мо параметри 01 инҷоро баъдтар мебинем. параметри двигател, параметри мотор мо мануали англисишам бинем то ки инҷо баъзе калимаро кӯшиш мекунем ки ҳам ба забони русӣ ҳам ба забони англисӣ то шумо якам бошад дар хотир бигиред ки мисол замоне шуд ки забони бигем инглисиram наметавонед, баъд мануали ҳамон китобчаи роҳнамош фақат бо забони англисӣ, яъне шумо як маротиба агарам калимаро агар ба хотир дошта бошед шояд ки кӯмак кунад. яъне инҷа бинед мегӯяд ки параметр двигател яъне 05, яъне параметрҳои муҳаррик, яъне параметрҳои худи муҳаррик ҳастанд. мо инҳоро дохили гем инвертор мерезем то ки инвертори мо аллакай омӯзад ки кадом намуд муҳаррик яъне моторро идора мекунад. ин мотор параметр. якум аст автонастройка. худи MS300 як бахши гем хубе ки дорад ин қисмати танзимоти автоматии худкор аст ки шумо агар дар ин қисмат агар фаъол кунед худи бигем инвертор ба таври худкор як бор муҳаррика роҳандозӣ мекунад ва муқовимату суръату ҳамон параметрҳои муҳаррика мехонад. ва ин чизам дар ҳамаи ҷо мо наметавонем мисол ин чиз истифода кунем. ин ҳатман бояд муҳаррики мо дар намуди гашти холӣ бошад, яъне дар валю бояд ягон чиз васл набошад то ки инвертор ҳамон танзимоти автоматии худша анҷом дад то ки бифаҳмад ки ҳамин кадом намуди мотор аст. ва инҷа ҳам аст инҷа бинед агар рақами параметрҳо аст инҷо фарз кунед 05 баъд сар мешавад зер параметри 00 01 02 ва инҷа зер навиштаҷотш аст ва инҷа қиматҳошон. ва як қимати дигарам инҷо дорад ки заводская установка, яъне танзимоте ки мо замоне ки инвертора дастрас мекунем аз корхона аллакай худи ҳамин танзимотҳо болои он гузошта шуда, яъне пешфарз. инҷа навиштагӣ аст номинальный ток, яъне мо ҷараёнашро ворид мекунем чанд ампер аст. номинальный мощность, тавоноша ворид мекунем чанд киловатт аст. номинальный скорост, суръатша ворид мекунем. яъне муҳимтарин чиз ҳамин ин се параметр ҳастанд. мо бахши дигар он қисматҳое ки дар бахши 05 ҳастанд мо қадар муҳим нестанд. баъд дуюм вақт замоне ки мо муҳаррика аллакай моторам параметрҳоша ворид кардем, баъд параметрҳои ҳимояро ворид мекунем. яъне инвертори мо гуфтем ки вазифаи ҳимоярам ба кулли иҷро мекунад, хеле хубам мотори моро ҳимоя мекунад.
و ما میریم بخشی پارامترهای حمایه، یعنی در MS300 06 پارامترهای حمایه. از پسشوی شدت ما شدت آورد میکنیم از چند تا چند، یعنی تنظیمات شبیه در 380 تا 360 ماندگی است. اگر ما اینورتر را در نمود تا 220 استفاده کنیم اینجا میگرد 180 ماندگی است و اگر 380 هم استفاده کنیم این قسمت 360 ماندگی است. از زیاد شوی شدت، از حد زیاد شوی شدت اینجا است. защита перегруз потоку при разгоне, یعنی حمایه سیرباری. این چیز هم نهایت مهم است. حمایه سیرباری زمانی که محرک ما راه اندازی می شود. این با اینجاش هست потоку при работе. یکی حمایه محرک ما، حمایه سیرباری محرک ما زمانی که محرک ما کار کرده، یعنی در رفت کار. این زمانی راه اندازی است، این زمانی که رفت کار. چون که ما گفتیم محرک ها زمانی راه اندازیشون یک کمان جریان نومیشون کلان میشه و این باید انالیز کرده تواند که همین محرک ما جریانی که الان در محرک است این جریان راه اندازی است یا جریانی همون کاری اون است. یعنی اگر جریان راه اندازی باشه یک کم زیادتر هم باشد یگان باکی نیست بعد، اما در زمانی که کار در روند کار است اون زمان باید گیم که تنظیمات دقیق تر باشد. و اینجا هم تنظیماتش به نمود فایزی است، یعنی 120 فایز گفتگی. یعنی ما به طوری بگیم اگر نظریه بگیم تا 125 فایز بود، یعنی همین سیربار، یعنی 125 فایز شما اگر ساده کرده به شما مثال فهمونیم یعنی این چی معنی دارد. فرض کردیم محرک ما هست به نمود ساده 5 امپیر، 5 ضرب در 120 فایز 1/2 امپیر میشه. یعنی 1/2 امپیر اگر 1/2 امپیر ما جمع 5 کنیم میشه 6/2 امپیر. یعنی جریانی که باید این حمایه کند از 6/2 امپیر نباید عبور کنید. یعنی 120 فایز معنیش یعنی همین است. یعنی ما زن میکنیم همون فایز زیادتی را بالای جریانی نومی. اگر 100 فایز باشد مثال 5 اگر ما 100 فایز گیریم خودی 5 میشود. اما مثال 120 فایز شکل گیریم بالای این زن میکنیم جریانش. و اینجا هم باید کم تنظیماتش هست برای رازگون وقتشم تنظیم میکنیم. یعنی زمانی که این قسمت بود برای رازگون از ما رنگش ایواز این بین است، هم جریانش هست و هم وقتش، یعنی چقدر وقت هم تحمل کند همین سیرباری را. اینش هم وقت پیریوز که پرومنت دیفیکاتیل اینش هم همون تنظیماتی وقتش است. یعنی ما علاقه بگیم محرک با اینورتر با چستودنیک فهموندیم که همین خیلی محرکش ما اداره میکنیم باز پارامترهای فلان حمایه‌اش هم گذاشتیم. چیزی مهمی دیگری که اینجا باقی میموند قسمت کنترل یعنی همون اداره است. یعنی ما با کدام شکل میخوایم محرک خودمون از اینورتر اداره کنیم. چی اداره از خود داخلی همون گیم. اینجا مقصد از اداره کنی همون تغییر سرعت و راه اندازی چپ گرد راست گرد و گیم استارت استاپ، یعنی همین ما از کجا انجام میدیم؟ از خود اینورتر یا که از در اینورتر یا که از مسافه دور اجرا میکنیم یا که بگیم از PLC یا که یگان روند دیگر رو اداره میکنیم. این بستگی دارد به همون مقصدی که ما میخوایم و میریم همون بخش تنظیماتش هم روی همون میگذاریم. میریم اکنون پارامترهای 0 از 0 یک قسم مهمش هم بررسی میکنیم. ما زبان انگلیسیش هم
فراموش کردیم یکم گفتیم با شما بررسی میکنیم و آینده هم انشالله بررسی میکنیم با زبان انگلیسی. پارامتر 00 اینا پارامترهای یکم گیم پارامترهای پیشفرض هم میگیم، شنو پارامترهای چی نمیشه پارامتر محرک. اینجا پارامتر برای ما مهم نیستن. اما اینجا یک قسمت دیگر هم هست سپروس، یعنی این پارامتر انگلیسیش هم بینیم. این پارامتر ریست، یعنی یک فرض کنید شما زمانی که یک اینورتر میرید تنظیم و بالا انجام میدین و یگان کس پیش از شما مثال رفتگی از اون پارامتر یا اون مثال این پارامترش همش تنظیماتش خطا کردگی است، شما نمیدونید کدوم پارامتر رو کدوم موندگی است. برای همه اون پارامتر رو شما از یک لاوگین و یک قسم به قسم مشاهده نکنید، میتونید که پارامتر ریست فاکتور ریستینگ انجام بدید. یعنی همه تنظیمات را برید بالای همون تنظیماتی که خود کارخانه تنظیم میکنه، یعنی به همون شکل پیشینه که از کارخانه دسترس میکنید. این پارامتر برای همون چیز لازم است، یعنی شما نمیخواهید که کلی پارامتر را یک بار سنجش کنید و بالای پارامتر کارخانه میمونید و از نو تنظیماتش انجام میکنید. این برای همون سپروسی همه پارامتر لازم است. و MS300 اینجا نه تنها MS300 بسیاری از اینورترها این بخش دارن، این افضلیت دارن. رژیم پرابلم سکوروس یعنی اداره کنی سرعت با کدام نمود است. ما نمودهای گوناگون داریم VF یعنی شدت و بصامت، با داریم اداره کنی میگه پرابلم سکوروس سینخرون و двигателя по закону VF از روی شدت و بصامت. یعنی ما بصامت اگر اینجا ببینید متناسب چپ است، بصامت زیاد کنیم شدتش هم برای سرعت به همین تعلیق است. مثلا سرعتش هم پس میشه و شدتش هم کمتر پس میشه و سرعتش هم پس میشه. و این نمود دیگرش هم میگه که اداره کنی با واسطه همین با اضافه انکودر. انکودر را بعدتر هم میگیم. این دیگر مود دیگریش هست که با پی ام اداره میکند، پرمننت مگنتیک بود. یعنی یک نمود دیگر هم بود، راستی من بخش فراموش کردیم و اینجا مهم نیست برای ما. یعنی که اینجا ما دو تا قسم مهم داریم در همین بخش اداره کنی. یکم این گیم استارت ساب یعنی وصل خطی همون اینورتر است، راه اندازی اینورتر است. و دویم سرعت، یعنی ما یکم که باید با خود اینورتر تنظیم کنیم که ما کدام نمودی راه اندازی را استفاده میکنیم، از خود توگمای همون اینورتر استفاده میکنیم یا از بیرون استفاده میکنیم، از ترمینال ها استفاده میکنیم یا که از PLC استفاده میکنیم، شبکه استفاده میکنیم، از کدام جایی که بسیار باشد. و اینچنین با سرعت هم، یعنی سرعت هم ما باید بگیم که از پتانسیومتر خود اینورتر استفاده میکنیم یا که پتانسیومتر بیرونه استفاده میکنیم، از سیگنال آنالوگ استفاده میکنیم، از PLC استفاده میکنیم، از کدام بخشی که هم باشد. پارامتر 0020 اگر مشاهده کنیم، پارامتر 0020 میگه که істочник главного задания частоты, یعنی منبع اساسی بصامت. پارامتر 0020 source of master frequency command یعنی frequency command یعنی بخشی کمانده همون فرمانی بصامت частота از کجا گرفته شد. یعنی قیمتش اینجا بینید تا 8 قیمت دارد. جمع با نمود پیش‌فرضش 0 است. 0 میگه پول تو پراولینی، یعنی اگر ما همین قیمت 0 مونیم از همون پول تو پراولینی که بالای خودی همین اینورتر از همون جایی داره میشه بصامتش. از اینجا ببینیم قسمت 7 پتانسیومتر پول تو پراولینی این دیگه
است این دیگر است. 0 حاضر بیشترش اینو را از یکدیگر بهتر جبر فهمونیم. این به کدام معنی است؟ اگر ما 0 مونیم در ام 300 یعنی همین پارامتری 0020 اگر ما 0 مونیم پس اومده شما از این قسمت از این توگمه بالا و پایان بس اومده پست و بلند میکنید و اگر 1 مونیم از شبکه مودبس یعنی ما این استفاده نمیکنیم. اگر 2 مونیم قسمتی آنالوگ، اگر 3 مونیم اپ داون یعنی این با این با فکر تداخل شد یعنی سکلمی اپ داون این بخش نمیدونم اما این از قسمتی همون بالای پایین. اینو به طرز عملی ما یک بار ان شاء الله مشاهده میکنیم و پارامترها برای هم میگذاریم و میبینیم که کدام قسمت انجام میده. اگر 4 مونیم impulse вход без команды направления این از پولس یعنی این ایمپولسی های باز ما با قسمت انگلیسی شد بینیم اون فهمتر است برای ما. بینیم پارامتر از یکدیگر چه فرقیت دارند. پارامتری 0020 دیجیتال کیپر اکسترنال اپ داون ترمینال این از ترمینال های بیرونه است یعنی همون بخشی که زمانی که ما اگر میخواستیم که از همون ترمینال های بیرونه گفته حاضر اگر ما تو نمت ام 300 دیگر باز کردن این که باز شدگی است حاضر بیزا روسیش بیسد ما قسمت انگلیسی هم حاضر ما اینجا میریم موضوعی که در باره نقشه چی اگر داشته باشیم موضوع تغییر دهنده بس اومدی او در اینجا اونا نداره. میریم قسمت سیم کشیش یعنی میگه که زمانی که شما اگر روی 2 مونید روی 3 اگر مونید از این قسمت یعنی شما اداره میکنید من ترمینال ها رو بینید اگر فوروارد ریویس از این ورودی ها کلیموی اینجا نوشتگی است. اینجا ایمپولس بود 6 کنوپن است 7 پوتنسیومتر پود اپرالین یعنی رقم 7 این در نظر دارد پوتنسیومتری که بالای خودی همون اینورتر است ما نشون دادیم من پوتنسیومتر این معذرت میخوام اون قسمت خطا گفتیم اپ داون این قسمت این ورودی ها نه این قسمتی این پوتنسیومتری بیرونه که ما پیوست میکنیم این همون در نظر دارد. این زمانی که ما از سیگنال بیرونه خواستیم این اداره کنیم چی همون پوتنسیومتر باشه چی سیگنالی اینجا آنالوگ نیست اینجا آنالوگ علاهیده است و فقط هم پوتنسیومتری که بیرونه موصل میکنیم همین ترمینال هایی که بودن پلوس 10 ولت AV و ACM از این قسمت در نظر دارد. این قسمت آنالوگ این قسمت همون ترمینال های پوتنسیومتری بیرونه این قسمت ایمپولسی بود و این پوتنسیومتری خودی
پتانسیومتر یعنی همون گیم مقاومت تغییر یابنده است. اگر شما نفهمید که چی معنی دارد پتانسیومتر، یک مقاومتی هست که ما با تغییر دادن سمت همون مقاومت گیم همون پتانسیومتر کم زیاد میکنیم. 8 هم است، این کنوپن است و یعنی همین منبع ما بسومد اول انتخاب میکنیم. فرض کنیم من میخوام که از پتانسیومتری بیرونه اجرا کنم، یعنی میبیم قیمتش 0.020 پارامترش روی 3 میبینیم. بعد دیوم میگه істочник کاماند управления، یعنی منبع فرمان، یعنی فرمان استارت استاپ. یعنی ما از این قسمت استفاده میکنیم، یعنی از ورودی ها استفاده میکنیم یا که از خودی همون ترمین، از خودی همون پنلچه نمایشگری که در بالای خود اینورتر بودم توگماشا گفتیم، ما از همونجا میخوایم اداره کنیم. یعنی بستگی به ما دارد ما این قیمت هم به چند میگذاریم. یعنی میگه که اگر زمانی که شما 0 مانیدی را قیمت از پول управления استارت استاپ میشد. ما بالای همون اینورتر اینجا ببینید، اینجا گفتیم که ما هم استارت استاپ توگماشا در اینجا داریم، سبز و سرخ بوده. اگر 0 باشد از همونجا ما استارت استاپ انجام میدیم. اگر روی یک مانیم از کلیم میگه که از ترمینال ها اکسترنال ترمینال، روی همون ترمینال باز میریم قسمت سیمکشی در روی یک مانیم، یعنی از اینجا به طور پیشفرض ME یک بود. اگر ما گفتیم که DCM اگر باست یکون کلید یا تیغه اگر استفاده کنیم، کانتاکت وصل قطع کنیم، ران فوروارد می شود. اگر وصل بود این قسمت، اگر وصل بود اینجا، اگر وصل بود به نمود راستگرد عمل میکنه. قطع شد قطع، یعنی اینورتر استاپ میشه. و اینچنین اگر ME داره وصل کنیم به نمودی چپگرد، قطع شد باز توقف میکنه. این دویم بود. انا پارامتر دیگر هم 0022 را ببینید، میگه پارامتری استانوف یعنی توقف. پارامتری 0022 استاپ میتود، یعنی نمودی توقف کنی. میگه که نرم توقف یا که تند توقفی باید آرام آرام داشته باشه یا که تند، یعنی در حال توقف شود. یعنی اگر ما روی یک مانیم، یعنی همین نمودی وی بیت اینجا نمیشه کوست استاپینگ در این قسمت، یعنی این قسمت ببین کوست تو استاپ. انا همون گفتم مقاومتی که در بخش موضوع پیش رفته، مقاومت ایلاوکی که پیوست میشه در خود اینورتر برای همین لحظه مهمه. یعنی ما اگر خواهیم که در حال محرکی ما توقف کند، از این نمودی همون گیم مقاومت رو هم استفاده میکنیم. این سمت چرخشش است، میگه که باید یک سمت باشد. بعضا جایی که مثال لازم است که محرک ما تنها باید یک سمت چرخش کند و این از اینجا انتخاب میکنیم. این بخش هم قدر مهم است. یعنی پارامتر 00 بود، پارامترهای پریود نوشته شده، یعنی حرکت دهنده و این در MS300 به همین شکل است. یعنی شما با دیگر نمود اینورتر اینا آمیخته نکنید. یعنی ما یکم رفتیم پارامترهای موتور را انجام دادیم، حمایش انجام دادیم و آمدیم منبع بسامد، تغییر بسامد و کمان همون کنترل میساد نمودی اداره کنیش هم گفتیم که از کجا و خیلی اداره شد. یعنی ما فرض کنیم گفتیم که از بیرون با واسطه پتانسیومتر صورت اداره شد و وصل قطعش هم از راه اندازیش هم از اینجا یکمش بود پول управления، دویم کلیم، سوم از 485 بود، ما اینو کاملا نگفتیم. این از شبکه مود بس است، اینش هم کنوپن یاش مهم نیستن برای ما.
یعنی ما هر دو چیز هم تنظیم کردیم ملکه. باز دیگر پارامتر هم یک پارامتر مهم دیگر هم هست، این زمان سرعتگیری محرک و زمان توقفش. یعنی ما با اینورتر یک بار تنظیمات میکنیم، میگیم که تو همین سرعت یعنی بسامدی اکمون بسامد قطعی در اینجا بررسی میکنیم، مانیم بسامد 10 گرت فرض کردیم و زمانی که از بسامد 0 تا به 10 هرتز اومده میرسد چقدر وقت باشد. یعنی محرک ما آروم آروم تا همین زمان میآید. یا که زمان توقف هم یعنی از همون بسامد 10 تا بسامد 0 تا چقدر زمان توقف کنند. و باز پارامتر مهم هم هست، یعنی ماکسیمال رابطه частота نوشتگی از اینجا، یعنی بسامد ماکسیمالی نهایی حد اکثری بسامد. یعنی اینجا شما بسامد حتما اگر موتور شما 50 هرتز باشد روی 50 باید بذارید، اما بستگی به خود شما دارد. یعنی یک سری جایی هم هست که خطرناک است سرعتی بلند گذاشتن در اونجا. شما یک سرعتی بگیم یک سرعتی کاملی از 0 تا 50 هرتز ندارد و یک سرعتی معین دارد، فرض کنیم از قیمتی 20 تا 30 هرتز. و این پارامتر اینجا برای ما لازم است که یعنی شما قیمت نهایی بسامد میگذارد روی 30 و قیمتی حدی اقلی اون میگذارد روی 20 هرتز. یعنی از همین حدود اپراتور باشد، نه بالا برو آمدن و نه پایین فرامده نمیتونید. یعنی پارامتری 0100 این پارامترش بسامد نهایی است و پارامتری 0107 هم بسامد مینیمالی است. این حدی اقلی هم حدی اکثرش. و بسامد کارش هم یا بسامد کاری هم میگه که ما از چند بسامد کاری را سر کنیم. مثلا میخوام اینجا گفته است که بسامد کاری محرک شما را داخل میکنید 50 هرتز است یا که 60 هرتز. این هم بود در بخش بسامد. آن همون پارامتری مهمی که گفتیم اینجا نوشته است время разгон و толчков режим, время замедления و толчковом режиме. یعنی زمانی حاضر پارامتری 0120 پارامتری 0120 این اکسلریشن، اول اکسلریشن بینیم 0112 را بینیم، بعد 0120 باید دیگر نولیک 12 время разгон, время замедления. یعنی acceleration, deceleration time. یعنی همون زمان رازگون سرعت گیریش یعنی شتاب گیریش و زمانی توقفش. این در دستی ماست. یعنی ما اینا با ثانیه تنظیم میکنیم. اینجا ببینید اسم میگی است، یعنی نمودش هم ثانیه است. یعنی در چند ثانیه همین بسامد فقط محرک ما صاحب شد. یا با نمود پیشور 10 ثانیه داده است که ما فرض کردیم بسامد محرک میمونیم 10 هرتز، یعنی در مدت 10 ثانیه همین بسامد آروم آروم از 0 تا به 10 افزایش میکنه و زمینش هم زمانی که ما استاپ میکنیم توقف میکنیم اینورتر آروم آروم از 10 ثانیه اومده تا به 0 میرسد. و یک پارامتر دیگر هم است، پارامتری تلچوک، این جاگین است. این هم یک پارامتری کاربرد هم دارد. بعضی جایهایی هست که فرض کنیم نسوسو هست یا که یگون نوار نقاله است، ما میخواهیم که همونا راه اندازیش بگیم به نمودی تکون همون یک بار راه اندازی کنیم. یعنی بعضی جایی هست هم خیلی استفاده میکنن، یعنی برای سنجش چیز اساسا لازم است. تا زمانی که ما مثلا وصل میکنیم همون اگر اداره کنیش هم از نمودی ترمینالاش باشد همون تیغه را وصل میکنیم، کلید را وصل میکنیم
همون بسومتی که ما اینجا تنظیم میکنیم وقتی که ما اینجا تنظیم میکنیم به همون شکل آهسته آهسته مقصد راه اندازی میشود. اینا مالی کامل بعدا انشالله در این موضوع کامل میکنیم و پارامتر یک بار دیگر میگذاریم و میگیم کدام پارامتر هستن، اما ما در اون دیگر پارامتر رو قدر بررسی نمیکنیم. پارامتر 02 هم پارامترهای ورودی ها و خروجی های دیجیتال هستند. دیسکریپتیو خودویخته همین ورودی که ما در اونجا در قسمت سیم کشی گفتیم شون همون ME و MO و همون گیم RC بود RA بود، یعنی هم ریله داشت گیم هم ورودی دیجیتال داشت هم خروجی دیجیتال داشت هم ورودی آنالوگ داشت هم خروجی آنالوگ داشت. پارامتر 02 همون تنظیمات ها هستند، یعنی همون بهترش ما یک بار دیگر باز خاطر رسون کنیم و خوبتره. یعنی این ورودی که ما در اینجا داشتیم تنظیماتی همونها را در نظر داریم. یعنی همین قسمت بود. این ورودی دیجیتال بود این قسمت ما و این قسمت هم خروجی دیجیتال بود. این پارامترها همینا در نظر دارن. این تنها 02 این پارامترهای ورودی و خروجی دیجیتال هستند. ما گفتیم که به نمود پیشورز ME یک فوروارد است، ME2 استاپ است، ریورس است و خروجیش هم ما وابسته به همون تنظیماتی که انجام میدیم یعنی چی عمله اجرا کنیم. فرض کنید ما همین خروجی MO یک تنظیم میکنیم که زمانی که اینورتر ما با سومد ماکسیمالی را گرفت همین خروجی تیغش بگیم همون وصل کنه، یعنی با ما خروجی دیاد. اصلا اینجا تیغه نیست چون که اینا ترانزیستوری هستن، یعنی با ما خروجی میدید. یا که همین خودی همین ریله بودیم، ریله هم تنظیماتش هم انجام میدیم و میگیم که زمانی که فرض کردیم یگان حمایت شده از سیربری باشد یا تیغه خود تغییری وضعیت کنیم تو که ما همون سیگنال یا آگاه کننده را گیریم که این از سیربری حمایت شده گیرد. پارامتر دیگری MS300 پارامتر 03 شد بینیم پارامترهای آنالوگ است. باز همون ورودی و خروجی های آنالوگ که اینا رو داشتیم. این قسمت است. این مهم بود برای اداره کنی بس آمد و یک خروجی آنالوگ هم اینجا ما یک داشتیم، یعنی این است خروجی آنالوگ. ورودی خروجی آنالوگ است. پارامتر 04 شم پارامتر 04 است. پارامتر فیکسی روانه زدن چسته. این بسامدهای کاری هم برای PLC است. مثلا این تنظیمات ها با تو قدر استفاده نمیشون. 05 که گفتیم مورد پارامتر موتور است. 06 هم حمایه بود. 07 یک بار میبینیم پارامتر 07 پارامتر مخصوصا اینجا نوشتگی است اسپیسیال پارامتری پارامتر 07 special parameter DC break current. این پارامترهایی که خاص خود اینورتر هستند. این پارامترهایی که در داخل اینورتر تنظیماتی که خود داخل اینورتر بگیم جریان خود داخل همون
басомадаш ҳам ҳаст, инҷо ҳаст навиштагӣ аст, шиддатҳош ҳастанд, инҷо ток тормоз, торможение ҷараёни тормоз, яъне танзимотҳое ки худи дохили инвертор ҳастанд. Параметри 08 ин пид аст. ин замоне ки шумо пид контрол доред, аз параметри 08 истифода мекунед. Параметри 09 параметри ин шабакакунӣ аст, яъне идоракунии инвертор аз шабакаи ҳамон модба аст. ин ҳамон қисмат аст. 09 параметри 10 дорем мо ёки комилан дорем, яъне параметри 10 ҳам дорем. ин инкодер аст, яъне инкодер як таҷҳизоте аст ки худи дар валид муҳаррик пайваст мешавад ва баргашта худи суръати муҳаррика яъне мехонад. яъне мо муҳаррика идора карда истодем, суръат додистем ва бо баргашта суръатша мехонем ки ин то кадом дараҷа ҳамон суръаташ иваз шудагӣ аст. ина меган идоракунии клаузулу баросишан обратни связ аст меган, яъне бигем, яъне мо қимата медием, мегем ба муҳаррики бо ҳамин басомат кор кунем ва баргашта бо суръатша мехонем ки то чӣ қадар аст. ин ҳамон намуди идоракунӣ аст. Параметри 11 ширини параметр, яъне параметрҳои изофаӣ аст. инҷо нишан мо истифода намекунем. Параметри 12 мо дорем, 13 омадааст макроси, инҷо тайёра, макросҳои тайёра, 14 параметрҳои ҳимоя боз инҷо навиштагӣ аст. момент авария, ҳолати садамавӣ аст. ва баъд инҷо ҳамон ошибка, ҳамон алармое ки метиҳад, инҷо гуфтагӣ аст дар борашон. ва баъде ки параметрҳо тамом мешаванд, боз бинед дар MS300 боз параметрҳо комилан аллакай якта ҳамаш фаҳмонда мешавад. ва мо имрӯз ҳам хеле кӯшиш кардем, вақти шуморо бисёр гирифтем, аммо мақсади мо ин буд ки як камам бошад оиди инверторҳо, шумо як маълумоти ин маълумоти ибтидоӣ аст, шумо як маълумоти ибтидоӣ дар бахши танзимотҳошон дошта бошед, ки аз куҷо сар кунед, ба чӣ тавр мисол танзимотро анҷом диҳед. мо иншоалло дорем бахшҳои дигар ки ба намуди амалӣ ҳамин корҳоро анҷом медиҳем. яъне мо намуди симкашиша гуфтем, аллакай танзимоташам гуфтем, дар борашам гуфтем, аллакай ба тарзи амалӣ ҳамин чиза нишон медиҳем ки ба кадом шакл аст. ва боқӣ пирӯз бошед ва худо ёру нигоҳдор.